جای پای حضرت محمد، ظرف کناریش هم از طلاست. اینا هم انواع اقسام کفشای حضرت محمده و دمپاییاش هم هست. این هم شمشیر حضرت عمر هستش، شمشیر حضرت عثمان، شمشیر حضرت ابوبکر، کت حضرت فاطمه، پیراهن حضرت فاطمه، این متعلق به حضرت امام حسینه. اینا هم متعلق به حضرت علیه. اینم تیکه‌ای از لباس حضرت امام حسینه. اینجا موزه‌ایه که عصای حضرت موسی اینجا نگهداری میشه و خیلی چیزایی دیگه. در ادامه بهتون نشون میدم. شمشیر حضرت عثمان، عصای حضرت موسی که میگن این بوده. ببینید به چه شکلیه، یه تیکه چوبه. اینم متعلق به حضرت یحیی است، حتی استخوان‌های مچش هم داخلشه. شمشیر حضرت داوود،